نقاشی برای آرامش. وقتی شروع کردم به کشیدن این نقاشی، دایره ها برام حکم 2 آدم رو داشتن. آدم هایی که زاویه های متفاوتی رو از خودشون نشون میدادن. عاشق هم شدن، از هم، ولی خیلی دور بودن. بعضی جاها شبیه هم بودن، ولی هیچ وقت کامل شبیه هم نشدن. 2 آدم بودن، نه افسانه نه نجات دهنده همدیگه. زندگیاشون از قبل شروع شده بود و قرار هم نبود با هم تموم بشه. هر کدوم با رنگایی اومده بودن از یه جهان متفاوت. یکی آبی عمیق، سنگین و کم حرف، یکی دیگه اما کمی متفاوت تر. یکی زرد و نارنجی، پرشور و هیجان، عاشق حرکت و ریسک و خوشگذرونی. وقتی ولی همدیگر رو دیدن، عاشق شدن. فقط یه مکسی که میفهمی اگه جلو بری دیگه همه چی مثل قبل نیست. اون با احتیاط شروع شد، با ترس، با اینکه ما با هم خیلی فرق داریم. اگه نزدیک بشم چه چیزی از خودم رو از دست میدم. ولی مرزهای اونا عقب نرفت. عشق همه چیز رو حل نمیکنه. هر کدوم نگهبان رنگ خودشه. اما زمان کار خودشو کرد. نه با زور و با تکرار، با نشستنهای کنار هم، شنیدن حرفایی که قرار نبود گفته بشه اما شد. مرزها فرو نریختن. یاد گرفتن یکم نرم بشن. نه از ترس، از سر اعتماد. تو دلشون از همدیگه رنگ گرفتن. رنگ‌ها جلو اومدن، نه برای تصاحب قلب یکی دیگه، فقط برای یکی شدن و کمی با هم مچ شدن. اونا از هم رنگ گرفتن، نه از سر کم بود، از سر لمس. بعضی بخش‌ها شبیه هم شدن، اما همه چیز نه. فقط اون جایی که دل راه رو بلد بود. بعضی جا هم هرگز شبیه نشد. نمیدونم، بعضی ها اسمشو شکست میذارن، بعضی هم احترام. بستگی داشت چه حس و حال و هوایی داشته باشن. چون عشق پاک کن که نیست، یه پله. پل یعنی 2 طرف هنوز وجود دارن. فاصله ها کنار نمیرن، فقط قابل عبور میشن. اونا یکی نشدن، کنار هم یکم کاملتر شدن. با رنگ هایی که مشترک شد، رنگ های جدیدی درست کردن که قبلا هیچ کدوم از اونا نداشت. از خانم نارنجی یکم رنگ رفت تو آقای آبی و از رنگ آقای آبی هم کمی رنگ اومد توی خانم نارنجی. هر 2تاشون فرق کردن. نمیتونی بگی شبیه روز اولن یا نه. بعضی از جاها هیچ وقت تغییر نکرد. بعضی از جاها مرزهاشو سفت و محکم چسبید. اما یه زاویه هایی از آدم بعضی وقتا تغییر میکنه. میدونی؟
اشتباه بهمون یاد دادن که عاشق شدن یعنی یکی شدن. اینجوری نیست. عاشق شدن یعنی رنگ یکی دیگر رو به خودت بگیری، اونم نه همیشه و همه جا، هر جایی که تو اجازه بدی. الان دایره نارنجی، خانم نارنجیمون توی قلبش رنگ آبی گرفته، ولی یکم از رنگای خودش رو هنوز نگه داشته. آقای آبی هم همینطور رنگ نارنجی داره الان. فکر میکنم ترکیب این دوتا روی هم رفته خیلی قشنگتر از تنهاییه. بعضی وقتا باید ترس رو کنار گذاشت. چی میخواد بشه؟ آخرش آدم میگه که عشق رو تجربه کردم. بعضیا میگن ارزشش رو نداشت. برای من همیشه ولی عشق ارزش داره. من فکر میکنم عشق همیشه ارزش ریسک کردن داره. امیدوارم که هر کسی که عشق رو تو زندگیش میخواد پیدا کنه، ولی قبلش اونقدر قوی باشه، اونقدر آگاه باشه که فکر نکنه که عاشق شدن یعنی رنگ باختن.